سپاه موشک دارد، در خشکی و در دریا. اما چشمش به فضا هم هست. موشک ماهواره بر دارد. ایران چندین موشک بالستیک را روانه 2 پایگاه در عراق کرد که میزبان نیروهای آمریکایی هستند. وقتی در پناهگاه بودیم هر بار که موشک‌ها میومد موج انفجار همه ساختمان رو تکون میداد و در به شدت تکون میخورد. نیمه شب سه‌شنبه امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با انتشار این توییت از ساخت موشک جدید هایپرسونیک سپاه خبر داد. سرعت این موشک حدود 12 ماخه و میتونه در جو زمین و خارج از جو مانور بده. من وارد جزئیات درباره این موشک ادعایی هایپرسونیک نمیشم. در جنگ 12 روزان لحظه در همان شب اول حمله رخ داد. حتی پیش از اعلام رسمی آغاز جنگ، فرماندهان عالی رتبه نظامی حکومت اسلامی یکی بعد از دیگری در مناطق مختلف پایتخت حذف شدند. حمله‌ای برای بریدن سر. و وقتی این حلقه در ساعت 0 جنگ حذف شود، معنایش ساده است. شبکه عصبی نیروهای مسلح قطع می شود. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه از شاگردان تهرانی مقدم و فرمانده نیرویی بود که رژیم به آن بیش از هر چیزی تکیه داشت، موشک و پهپاد. حذف او فقط حذف یک فرمانده نبود، حذف ستون بازدارندگی موشکی و چهره‌ای نمادین بود. کل نظام فرماندهی فرو ریخت در عملیاتی دقیق با هدفی روشن: فلج کردن کل ساختار نظامی جمهوری اسلامی. حذف دستی که بر سر اسرائیل سایه می انداخت. این تصویری بود که رسانه ها هراسان و پر التهاب پس از خبر ترور فرمانده هوافضای سپاه سردار امیرعلی حاجی زاده ترسیم کردند. سرداری که از نخستین اهداف اسرائیل در حمله به ایران محسوب می شد. آنها بر این باور بودند که با نبود حاجی زاده فرماندهی سامانه موشکی ایران دچار انفعال می شود. فرماندهی که نامش نخستین بار در رسانه ها با خبر حملات موشکی گره خورد. ببین این دوتا آشیانه قبل از اصابت، این بعد از اصابت. 17 خرداد 1396 ساعت 10:30 صبح درب شرقی مجلس. چند نفر با لباس شخصی آرام به سمت ورودی نزدیک می شوند. ناگهان صدای رگبار گلوله در فضا می پیچد. داعش زهر خودش را می ریزد. ساعتی بعد سپاه پاسداران در بیانیه‌ای هشدار می دهد ریخته شدن هیچ خون پاکی بدون انتقام نخواهد ماند. اما نه از چگونگی آن سخن می گوید، نه از زمانش. اولین باری که این توان نقطه‌زنی موشکی ما در عمل اثبات شد برای دنیا، مقابله با داعشی‌ها بود. اون موقع کسی باور نمی‌کرد که ما میتونیم یه مقری که در حاشیه 400-500 متری یک شهر بود، همین مقر داعش رو با موشک از ایران بزنیم سوریه. وقتی این رو به مقام معظم رهبری می‌خواستیم اذنش رو ازشون بگیریم، از آقا اطمینان نداشتن. گفتن این مقر کجاه؟ گفتیم 400 متری 500 متری شهر. هست فرمود میشه. گفتن رو یه شرط داره. چیه؟ گفت یک نفر غیر نظامی نباید دماغشون بیاد. من اطمینان دادم بعد از آقا که آقا موشک‌ها نقطه زنه. آقا با تعجب هم خیلی با اطمینان میگی؟ گفتم که بله تقریبا با اطمینان میگم، تضمین میکنیم اینا. مسئولیت انتقام به نیروی هوافضای سپاه سپرده می شود. فرمانده عملیات کسی نیست جز سردار حاجی زاده. آقای سلیمان خدا رحمتشون بلند شد اومد نیرو، گفت همچین قصه‌ای میخواد اتفاق بیفته. باور نمیکرد که ما بتونیم این نقطه زن این مقر داعشی‌ها رو بزنیم. 50 تا هدف به ما داد. هدف‌های داعشی توی سوریه، جای سوریه، و به اصطلاح اینها رو ما آوردیم امتیاز بندی کردیم. این هدف کنار شهر نمرش، این هدف از روستا عبور میکنه نمرش، این 40 تاشو حذف کردیم.
10 تا دونه هدف بود که این 10 تا هدف رو بزنیم. دوباره آقای حاجی‌زاده گفت سختگیرانه تر. اومدیم سختگیرانه دوباره بررسی کردیم، 5 تا هدف دیگر رو حذف کردیم، شد 5 تا هدف. قرار شد 5 تا هدف رو بزنیم. به کلیه یگانهای موشکی تابع نیروی هوافضا و ما رمکت از رمک ولکن الله رما عملیات را آغاز کنید. موشک دقیقا رو ساختمون فرود اومد و یه آماری های حاج قاسم اون موقع به ما داد مبنی بر این که این عملیاتی که شما 4 تا موشکی که زدید 174 نفر از فرماندهان داعش کشته شدند. سیری را داعش می‌خورد، اما صدایش را دیگران می‌شنوند. سؤالی در ذهن بسیاری شکل می‌گیرد: چگونه کشوری در میان سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها دست یافته است؟ تحریم‌هایی که از روزهای جنگ ایران و رژیم بعث عراق آغاز شد. صدام پس از شکست‌های پیاپی در جبهه‌ها به تاکتیکی تازه رو می‌آورد. او که از کشتار غیر نظامیان ابایی ندارد، جنگ شهرها را آغاز می‌کند. تیر ماه همان سال باران موشک بر آسمان شهرهای ایران فرود می‌آید. یعنی لطه پار کرد شهرهای ما رو و یک موشک از ایران پرتاب نشد. ایران هیچ موشکی برای پاسخ ندارد. هیچ کشوری نیز حاضر به فروش آن نیست. مرکز فرماندهی صدام، مرکز حکومت صدام، مرکز قدرت صدام تو فاصله 105 کیلومتری از مرزهای ما بود. دسترسی بهش نداشتیم. 105 کیلومتر نمیتونست. یا هواپیماهای اونها می اومد، نه اینکه بیاد بمباران بکنه، هواپیمای باری اونها می اومد، زباله های پادگانی، فایل، کمو، تیراهن، آتش‌خالا رو میریخت بالا سر رزمندان. کشور لیبی میپذیرد 30 فروند موشک اسکاد بی در اختیار ایران بگذارد. سوریه به دلیل تعهداتش با شوروی نمیتواند سلاح بفروشد، اما قبول میکند که نیروهای ایرانی را آموزش دهد. خب در همین اثنا بحث سفری پیش میاد به سوریه و لیبی. اینها در یک هیئت سفر میکنن. ما از سوریه که درخواست موشک کردیم گفتم موشک نمیتونیم بدیم ولی آموزش میتونیم بدیم. سپاه تصمیم گرفت که موشکی ایجاد بکنه که شهید حاج حسن تهرانی مقدم به عنوان مسئول این آموزش انتخاب شد از طرف سپاه و آقای مقدم مأمور شد که یه تیمی رو تعریف بکنه برن سوریه برای آموزش. اینجا نطفه موشکی جمهوری اسلامی نساخت. زیر باران آتش ایران باید هرچه زودتر پاسخی در خور بدهد، اما پیش از فشردن ماشه ذهنها باید مسلح شوند و آموزش زمان میبرد. با این حال همزمان با دریافت موشک‌ها از لیبی گروهی از نیروهای ایرانی برای گذراندن دوره‌ای فشرده راهی سوریه میشوند. آنها خوب می‌دانستند بی آموزش حتی پیشرفته ترین سلاح‌ها کور و بی اثرند. و ایشون اومدن بررسی کردن، یه تیم به اصطلاح 13 نفره تعریف شد که با خودش، یعنی 12 نفر با خودش شدیم 13 نفر رو انتخاب کرد. از جمله بنده بودم، سردار موسوی بود، تعدادی از عزیزان دیگه بودن که شهید بافقی، شهید پیرانیان، اینها بودن. جمعا 13 نفر رفتن سوریه و اونجا در واقع آموزش موشکی رو میدیدن. وقتی که وارد میشیم اونجا تعداد اندک ما رو وقتی اون فرمانده سوری میبینه و عمدتاً هم جوانها سنای 22 21 کمتر بیشتر 18 19 ساله همین هول هوش سن بودن. ایشون میگه که شما با این تعداد میخواید آموزش ببینید؟ گفت ما برای ارتش سوریه که عرب زبان هم هستن آموزش های کلاسیک هم دیدن، کمتر از 6 ماه کسی قادر نیست این آموزش ها. چطور شما زبونم ما رو هم نمیفهمید میخوایم مترجم بخش هم وقت مترجم میگیره 2 ماهه. گفتم اصلا ما تعرض شبانه‌روزی میکنیم،
شما اینو به عهده ما واگذار کنید. از 6 صبح 5 صبح بلند می‌شدیم تا 11 شب، زمان طولانی. خب ما 8 ساعت در روز آموزش ببینیم، این تعداد رو ضبط دو کردیم و داریم کار میکنیم. این دوستان به اصطلاح هر کدوم چند تا تخصص به اصطلاح آموزش دیدن. بعضا مثلا یک کسی مثل شهید بافقی 5 تا تخصص آموزش دیده بود. رفتیم اونجا آموزش دیدیم و برگشتیم اومدیم. لیبیایی‌ها از اون طرف اومدن که خودشون شلیک بکنن. لیبیایی‌ها رو از تهران بردیمشون کرمانشاه. 2 ماه بعد نخستین افسران موشکی سپاه با نامهایی که بعدها در تاریخ نظامی ایران ماندگار شد آموزش خود را به پایان میرسانند. 11 دی 1363 هواپیمای مسافربری حامل حسن تهرانی مقدم و تیم 12 نفرش در تهران بر زمین می نشیند. اما توقفی در کار نیست. هواپیمای بعدی آماده است تا آنها را به کرمانشاه ببرد. مقصد پادگان شهید منتظری، همان جایی که چند ماهی است حاجی زاده تیپ موشکی را با نام حدید راه اندازی کرده. آنجا قلب موشکی ایران برای نخستین بار به تپش می افتد. موشک‌های اسکاد بی که لیبی وعده داده بود به همراه مستشاران لیبیایی وارد کشور شده و در سکوت آماده شلیک است. ما به اینها نگفتیم که به این لیبیایی که این بچه‌ها آموزش تخصصی دیدن. یه ده بچه‌ها میان کنار شما، ما وای میسن کاری داری، کمکی داری، اینا. چون اگه میگفتیم قطعا چالش درست. اینا هیچ کدوم تا روز آخر نمیدونستن این بچه‌ای ما تخصصی ان. به اینا خدمات میدادیم. خیلی هم اذیت کردن ما رو. ما انقدر خاری کشیدیم پیش اینها. من خاطرم هست آقای حسین تاش معاون اطلاعات و عملیات سپاه بود. میومد دوزانو میشست جلوی این سلیمان مسئول اینها. این سلیمان مثلا دراز کشیده بود، یک کامپیوتر آلبالو دستش بود، بعد بس میگفت که مثلا از تهران گفتن که امروز ما بغداد رو باید بزنیم. پس این به راحتی میگفت مثلا حلیب ما فیش، اطلاق ما فیش. شما امروز ما شیر ندادید، ما هم در واقع امروز نمیزنیم، نمیتونیم بزنیم. به همین راحتی. از این دست مطالب فرامون ما رو تحقیر میکردن، ولی بالاخره چون کار باید انجام میشد ما وایسادیم، کار رو انجام دادیم. الحمدلله. قرار شد که اولین موشک جمهوری اسلامی به پالایشگاه کرکوک به عنوان اخطار به عراق مرحبا و درود بر امام بزرگوارم. تا اتمام حجت به دشمن نمیکرد تصمیم نمیگرفت تا این صدام جانی رو متنبه کنه دست از این شرایطش برمیاد. صدام دسفور را با بیش از 65 موشک در هم میکوبد. خانه ها ویران میشوند، خانواده ها داغدار و خیابان ها پر از زخمی. مهمترین هدف خود را تنبیه متجاوز می و امروز با نگاه به سرمایه عظیم و غیر قابل جبرانی که جنگ تحمیلی از ما گرفته بیش از همیشه به اون اهمیت، تا اینکه بالاخره یک روز قذافی اومد توافق کرد با صدام، مبنی بر اینکه بالاخره با تو عربی ما هم عربی میاد دارن میزنه این شکلیه و توافق کردن که دیگه لیبیایی‌ها به سمت عراق موشکی شلیک نکنن، که دیگه ما با این مقدم اعلام که اینا رسما میگه ما نمیزنیم و در کار تعطیل کردن. که پاشید بیاید. ما گفتیم ما خودمون متخصص داریم، بچه‌مون هم آموزش دادیم، خودمون میزنیم. اومدیم سکو رو روشن کردیم، مثلا روشن نمیشه. لیبیایی‌ها تعداد زیادی از قطعات رو همراه خودشون برده بودن سفارت و ما دسترسی به اونها نداشتیم. از فیولای حساس موشکی که برده بودن سکو از کار انداخته بودن، سکو از تونل نمیومد بیرون، که بیاد بیرون تا تو بیرون تن دود ما خفه میشدیم، ماست میزدیم میرفتیم تو تونل اینو روشن میکردیم که بتونیم تعمیرش کنیم. در تمام به هم ریخته بودن. ما مثلا اولین پرتابی که ما ابلاغ کردن شاید مثلا 16-17 روز درگیر رفع اشکال سکو و امکانات و وسیله این حرفا بودیم که مشکلاتشو برطرف کنیم و تا این مشکلات برطرف شد اولین موشکی که ما آماده شد می‌خواستیم پرتاب کنیم در آقای هاشمی و موقع حالا به اصطلاح فرمانده جنگ بود دیگه، ایشون مثلا میگه کجا رو بزنید چه شکلی بزنید، گفتن آقا بزنید تو بغداد. ما رمیت و رمیت ولکن الله رما. الهی میدانیم که قادر مطلق تویی، الهی میدانیم که همه امور در دست توست. پروردگارا دشمنان خودت را به دست ما مجازات
رفتیم در اولین پرتابی که خودمون مستقل انجام دادیم زدیم، بلافاصله پاشیدیم اومدیم تهران، رفتیم مجلس، ایشون رئیس مجلس بود، پیش آقای هاشمی. خودش گفت به اصطلاح تا زمانی که عراق اعلام نکرده بود که به اصطلاح بغداد مورد اصابت قرار گرفته، من باور نمی‌کنم شما بتونید بزنید. اوایل وقت امروز انفجار عظیمی بغداد را تکان داد و مقامات عراقی نیز درباره انفجار امروز توضیحی ندادند. جنگ تمام شد، اما جای زخم‌هایش بر تن ایران ماند. اما این زخم جوانه زد و رویید. خیلی از زیرساخت‌های لازم تو کشور اون روز برای ساخت زیرمجموعه موشک وجود نداشت. مثلا موتور موشک‌های سوختمانی خیلی وابسته است به مثلا ریختگری دقیق و شاید خیلی از فناوری‌ها به واسطه کار موشکی اصلا وارد کشور شد که در بخش غیر نظامی هم مورد بهره برداری قرار گرفت. اولین موشکی که ما ساختیم موشک اسکاد که ایرانی شده شهاب 1. تو مهندسی معکوس شما میتونی یه محصول رو به اصطلاح بیای ریورس بکنی و تولید بکنی. این همون محصول رو میتونی خیلی هنر بکنی. شما میتونی تو مهندسی معکوس مثلا به قابلیت اطمینان همون اورجینال برسی. بالاتر نمیتونی بری. رفته که خودمون موشک ساز شدیم، شهاب 2 رو ساختیم یا همون اسکاد سی و شهاب 3 رو ساختیم دیگه، خودمون مستقل شدیم. این موشک رو به صورت افقی نمیشد شارژش بکنی، اگه شارژ می‌کردیم میشکست از گنبه، چون بدن خیلی ضعیف بود. بعد ما می‌بردیم تو میدان، تو به اصطلاح محل موضع پرتاب عمودش می‌کردیم، شارژش می‌کردیم. همین که شارژ می‌کردیم اگه مثلا 2 ساعت میمون از پایین میشه آکاردون شروع می‌کنه جمع شدن، سریع باید پرتابش می‌کردیم. ما انقدر مورد بوده که تو ساخت موشک‌ها موشک زدیم رو سکو منفجر شده، موشک زدیم رفته انجام رو هوا منفجر شده، رفته مثلا پیداش نکردیم. اون این بچه کار کردن، زحمت کشیدن، صنعت کار کرد، بدنه موشک رو عوض کردن، بدنه موشک رو فولادی کردن به جای آلومینیوم. زیر 20 دقیقه ما شلیک می‌کردیم که رفتن خدمت آقا گذاشتن گفت اصلا این خوبه، این باید انجام بشه. ولی بالاخره این موشک شد و اون موقع به پروازش هدایت کنترل نداشت. ابتدا مثلا چیه 3 کیلومتر انحراف می‌خورد، حالا موشک شهاب 3 بیشتر انحراف می‌خورد نسبت بردی که داشت. هست آقا بعد از این به اصطلاح سرعت عمل که باید رو دقت کار بکنید. افزایش دقت در هدفگیری موشک‌های تولید شده چالش جدید بر سر راه نیروی هوایی بود. زمان زیادی نیاز بود تا متخصصین بتوانند دقت این موشک‌ها را افزایش دهند. مشکل به همین جا ختم نمی شود. بدنه موشک باید سبکتر شود، سر جنگی سنگین‌تر و دقت برخورد با هدف دقیق‌تر. مثلا ما انحراف رو کم میکنیم، از 3-4 کیلومتر میاریم میرسونیم به مثلا 500 متر. یه سیستم ساخته شد، ما روی نصب کردیم، رفتیم میدون تیر تست کردیم، تو فاصله 350 متری هدف خورد زمین. یعنی 1/5 در واقع CP اصلیش که روسا ساختن. خب خیلی خوشحال شدیم دیگه، اصلا تو پوستمون نمی گنجیدیم دیگه. برداشتن رفتن خدمت از آقا، فیلماشو نشون دادن، محل پرتاب، محل اصابت و فاصله 350 متری هدف خورد. مثلا این شعاع تخریبش این 500 متر دیگه، این تخریب با یه موشک هدف. خب این ترکشاش میگیره دیگه، بس دیگه. به نظر خودمون مثلا دیگه پایان کارمونه. حضرت آقا میفرمایند نه، اگر در اون 200 متر یه بیگناه کشته بشه خونش به عهده کیه؟ کار میکنیم و به اصطلاح این سیستم هدایت کنترل اصلاح شد، نصب کردیم روی موشک، رفتیم قم سراجه شلیک کردیم به سمت سمنان و به اصطلاح بعضا اخبار نشون میده یه کانتینر بغل کانتینر 43 متری هدف خورد زمین. موشکی شعاع تقریبش 500 متره، 43 متر، یعنی 100% نابود میشه. یه موشک یه هدف، این تموم شد. که آقا الحمدلله اینو می‌خواستی. بچه بلندشون با خوشحالی رفتن خدمت از آقا خیلی تشویق که خیلی خوبه، آفرین، دمتون گرم، ولی شما نقطه بزنید. اینو من میگم آقا چی میخواد؟ باز یه شاید 8-9 ماه، یه سال کار شد و یه سیستم هدایت کنترل ساخته شد. رفتیم میدان تیر. این فیلمش الان هستش تو مجموعه و یه دوربین های اسپید هم گذاشتن برای تصویر برداری.
موشک رو شلیک کردیم و موشک اومد فریم به فریم فیلمش هست، میاد میره داخل لاستیک و این موشک رفت داخل لاستیک. بردن خدمت ها. این مطالبه از آقا، ما میگیم پیشرفت موشکی، اصلا مرهون مطالبه ایشونه. بردن نشون دادن که آقا من اینو میخواستم، حالا برید هزت کنترل بسازید رو همه موشکاتون نصب کنید. تا الان موشکامون همه نقطه زن میشه. امروز 31 کشور در جهان موشک بالستیک دارند، اما تنها 10 کشور توانستند موشکی با برد بالای 1000 کیلومتر را آزمایش کنند. ایران یکی از این 10 کشور است. گزارش آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون هم به صراحت میگوید موشک‌های بالستیک رکن اصلی بازدارندگی استراتژیک ایران هستند. سال 88 با انتخاب امیرعلی حاجی زاده مأموریتی آغاز شد که فراتر از یک برنامه نظامی بود. ساختن بالهایی برای پرواز ایران هم در آسمان موشکی و هم در افقهای دوردست فضا. راهی که به تولید علم ختم می شد و به رویاهایی که تا دیروز دست نیافتنی به نظر می رسید. ما بعد اینکه شهید آقای سلامی رو آوردیم جانشین فرمانده کل سپاه، خب باید انتخاب میکردیم یه فرمانده برای نیروی هوافضا. اون موقع هم آقای موسوی مطرح بودن، همتراز هم بودن این دوتا. حالا مصلحت این بود دیگه، بالاخره خب آقای حاجی زاده انتخاب شدن و خوبم درخشید ایشون. حضرت آقا حکم سردار حاجی زاده رو در سال 88 دادن. اونجا قبلا نیروی هوایی سپاه بود، فرمودند هوافضای سپاه. همونجا مأموریت فضا داده شد. بلافاصله جلسه گرفت، گفت این لفظ فضا رو که از آقا اضافه کردن به نیرو هوایی حتما منظور دارن. شروع میکنه به کارها رو پیش میبره. حتی اومدیم مجموعه فضایی ایجاد کردیم، آدم گذاشتیم، نفر گذاشتیم، شروع کردن کار تحقیقاتی. ما تجهیزات محوریم تا همه حوزه‌ها، فقط پهپاد هم نبود، موشک بود، نمیدونم پدافند بود، حوزه‌های مختلف. خب دنیا که به ما نمیده، تا اون روز نداده بود، میدونستیم در آینده هم نخواهد داد. اولین مجوز و اولین خواستم از آقا اینو مطرح کردم که آقا به من اجازه بده ما بعضی از زمین‌ها و پادگانامون رو باید بفروشیم و خرج تحقیقات کنیم، چون میدونستم از مسیر تحقیقات ما میتونیم به توانمندی برسیم. از همه جا داریم میزنیم پول جور میکنیم، سخته برای ما مثلا رفتیم ساختمون زمین جوازدار رو 250 میلیارد تومان ما رفتیم فروختیم. هر کدوم از اینایی که میخوره زمین ما میخندیم بهتون، بخاطر اینکه روحیتون آسیب نبینه، ولی واقعا تو دلمون خیلی اذیت میشه. یعنی اینم اولین بار داریم میگیم بهتون. اما خسارت‌ها همیشه فقط با عدد و آمار سنجیده نمیشود. گاهی بهای واقعی از دست دادن یک ذهن است، ذهنی که در اندیشه آینده بود. انفجار مهیب در یکی از مراکز جهاد خودکفایی سپاه در منطقه ملارد استان تهران. روز آزمایش ماهواره بر قائم حسن تهرانی مقدم، فرمانده‌ای که رویای فتح آسمان را در سر داشت، برای همیشه از زمین جدا شد. او رفت و حالا حاجی زاده باید به تنهایی این مسیر را ادامه میداد. خب شهید تهرانی مقدم یه شخصیتی بود که
در موضوع موشکی تخصصش موشکی بود، صرفاً تمرکزش همین تو از زمان جنگ روی همین موضوع بود و این دستاوردهایی که در عرصه موشکی داریم همش مدیون اون تلاش‌هایی است که اونجا انجام شد و به عبارتی بنایی است که اونجا گذاشته شد. وقتی سردار حاجی زاده پا به میدان گذاشت، نخستین قدمش را با تأکید بر تحقیقات و پژوهش‌های عمیق برداشت. او می‌دانست که برای رسیدن به هدف‌های بزرگ باید پایه‌های کارش را با علم و شناخت محکم کند. در دنیایی که هر تصمیم می‌تواند سرنوشت ساز باشد، حاجی زاده با تکیه بر داده‌ها و دانش مسیر را به پیش برد. او به تحقیقات ایمان داشت. ابزار و تجهیزات و همه چی فراهم، ولی اگر نیروی انسانی کارآمدی با اعتقادی با انگیزه نباشه، تجهیزات هیچ وقت کارآمد نخواهد. آقای کاظمی خدا رحمت کنه، ایشون فرمانده نیرو بود. ما میرفتیم بازدید از پروژه‌ای که آقای زاده کار میکرد، مثلا این انتقال آب از سرشاخه‌های دز برای مثلا قم و محلات اونجا بود. مثلا ما میرفتیم بازدید، مثلا 36 کیلومتر تونل کنده بودن رفته بودن تو دل زمین. یه روز آقای مثلا کاظمی سوال کرد از آقای زاده، یه کارخونه بود این تی وی ام دیگه، همه چی رو خودش بود. اگه برق بره چی میشه آقای زاده؟ گفت چی می‌بینیم دیگه. اون دیوانه چرا ما رو آوردی اون موقع مثلا 30 کیلومتری از زمین؟ برای نگران نباشید، خودش موتور برق هم داره، مثلا مشکل پیدا نمی‌کنه. طرف شوخی می‌کرد. از همان مراحل نخست طراحی و تولید، مکان استقرار و اختفای موشک‌ها اهمیتی حیاتی داشت. حاجی زاده با تجربه حفاری‌های بزرگ در پروژه‌های آبرسانی سپاه، فناوری‌های روز دنیا را برای ساخت شهرهای موشکی زیرزمینی به خدمت گرفت. شهرهایی که دور از چشم ماهواره‌های دشمن در دل زمین نفس می‌کشیدند. یکی از موردهایی که هوافضا به عنوان پیشتاز نقش بازی کرد، آوردن تجهیزاتی بود که سردار حاجی زاده از خارج آورد. یه تی بی ام ها دستگاهی آوردن که اینها به طور اتوماتیک حفاری تونل انجام میدادن که ما برای شهرهای موشکی که میخواستیم بسازیم چون قبلا با چکش درل و با این ادوات معمولی و عادی کار میکردن، ایشون رفتن و این دستگاه رو آوردن از خارج از کشور و شروع کردن به ساخت تونل ها. دانش همون دستگاه رو هم بومی کردن و تونستیم ما اون دستگاه رو مهندسی معکوس بکنیم و برای ساخت متروها از این دستگاه ها استفاده کردن. یه مجله روسی رو یکی از دوستان به ما داد امانت، اینو ببینید. خب اطلاعات خیلی زیادی بود، از جمله مثلا بحث حالا این پرتاب از چاه، پرتاب از مغار، پرتاب از زیرزمین‌ها، یه صحنه‌هایی بود، اینا رو ما دیدیم، گفتم خب این قابل انجامه دیگه. ما یکی از به اصطلاح تونلایی که تو جنوب کشور داشتیم، ما اومدیم از بالای شفتی رو سوراخ کردیم، مثلا قطر موشک اگه مثلا به فرض با بالکاش مثلا 1.5 متر، ما اینو مثلا 3 متر در واقع تونل 3 متری از بالا سوراخ کردیم، بالاش هم دریچه گذاشتیم کاملا طبیعی، پایینش هم سوراخ کردیم رفت پایین، از یه جای دریچه دادیم رفت بیرون. کنی حالا آزمایشی این درجه منفجر میشه، هممون تلف میشیم یا بالاخره اتفاقی میفته، هیچ کی زیر بارش نمیره، میگه آقا نمیشه این پایین منفجر میشه، همتون نمیکشه. همین که میگه یا ایزاده من آمادگی دارم، خودم من ساختم دیگه، من میام میشینم اینجا، زن بچه‌م من میارم، پدر مادرم من میارم، هر اتفاقی برای من بیفته. و این پرتاب انجام شد. ما اون شب اونجا با آقای قالیباف هم اومد، این پرتاب انجام شد، از این سوراخی رفت بیرون. حتما دوربینایی که کنار این مثلا مغار که داره میره، دوربینای مختلف گذاشته بودیم، تصاویر رو گرفته، موشک رد میشه این دوربینا ذوب میشن. اولین پرتاب رو با ترس و لرز و با ریسک فراوان انجام دادیم، ترس بودیم که دیگه میشه، خیلی هم خوبه، خیلی هم دقیق و اینها. اون اولین کار در واقع پرتاب زیرزمینی ما بود. بعد از اون دیگه اومدیم به شکل‌های مختلف، چاهای مختلف، سیلوهای مختلف در سطح کشور ایجاد شد، الحمدلله تست هم شد. حتی مزرعه در واقع موشکی ما داریم. خب مزرعه موشکی یه نوع تاکتیکیه که ما استفاده میکنیم. خاک میره کنار، موشکایی که در زیر زمین هستن محفوظن، هیچ نفری هم اونجا نیست، اینها شلیک میشن به سمت هدف. در همین لحظه
در سراسر کشور پایگاه‌های موشکی ما و پایگاه‌های تهاجمی ما همه آماده هستند. دیگه نگرانی تداوم ضربات موشکی که یکی از بحث‌های بسیار مهم عملیاتی موشکی است دیگه ندارید. شما اونجا آماده می‌کنید دیگه این نیست که 2 تا 3 تا پرتاب انجام بدید متوقف بشه دوباره دشمن. اینجا اون هدف هم تحقق پیدا می‌کنه. ما عمدتاً در تهران متمرکز بودیم، یعنی یگان موشکی در تهران متمرکز بود. آقای قالیباف که اومدن با اون نگاهی که داشتن ما رو به گستره ایران توزیع کردن. شهرهای مختلف از شمال تا جنوب کشور اینها انتخاب شد و گروه‌های موشکی در اونجا شکل گرفت و الان این گروه‌ها توسعه پیدا کرده، افزایش پیدا کرده، بزرگ شده. خب میدونید حداقل 20 سال زمان نیاز بود که ایجاد بشه این توانمندی. اگر از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تمام نمیشه. اما این فقط پنهان کردن نبود. مزرعه باید زیر کشت میرفت تا در فصل درو مهیا باشد. پرتاب از دل خاک تا اوج آسمان با رگباری از موشک‌ها پاسخی بود که دشمن را غافلگیر می‌کرد. با تشکیل فرماندهی پهپادی دریچه‌ای تازه به آینده دفاعی ایران باز شد. پیش از آن پهپادهای ایرانی تنها مداومت پروازی کمی داشتند و بیشتر برای شناسایی به کار می رفتند. سرمایه گذاری طولانی و پرزحمت سرانجام به ثمر نشست. پهپادهای ایرانی حالا در مأموریت‌های شناسایی رزمی و انتحاری می درخشیدند. من متوجه شدم که یک قدرت جدیدی در حال تولده. ببین همه موشکی رو درک کرده بودن، موشکی رو به عنوان یک قدرت همه پذیرفته بودن، ولی در حوزه بدون سرنشین اینجوری نبود. حالا یه چیزیه دیگه، یعنی تا شما حساب بکنید مثلا تو سال 95 و 96 هم میگفتن آقا یه چیزی هست خوبه برای کار اطلاعاتی خوبه، ولی در حدی که قدرتی باشه. مثلا من گفتم بچه‌ها یه روزی میاد این حوزه پهپادها تنه میزنه به تنه موشکی. نگاه میکردن، سکوت میکردن، مخالفت نمیکردن، ولی باورپذیر نبود. پهپاد یک ایده‌ایه که از سال 63 اجرای عملیاتی شروع شده، ولی شهید دکتر مصطفی چمران اعتقاد داشت که ما میتونیم برای اینکه میخوایم عملیات‌های مختلفی رو علیه عراق انجام بدیم بیایم و نیرو نفرستیم داخل عراق برن برای شناسایی، چون رفتن رومین هست، اسیر شدن هست، شهید دادن هست، اینها بخوایم ما اینها رو کم بکنیم پهپاد بفرستیم. لذا حالا این بحث استفاده از پهپادها به واسطه این نیاز اطلاعاتی در زمان جنگ شکل میگیره. بعد از دفاع مقدس خب ما دنبال این بودیم که بتونیم برد رو افزایش بدیم، مداومت رو افزایش بدیم. شهید بزرگوار شهید حاجی زاده روی پهپاد سرمایه‌گذاری عظیمی کرد، شاید بگیم نخبه ترین افراد رو در مراکز تحقیقاتی نیروی هوافضای سپاه خب ایشون مأمور میکرد به مراکز تولیدات پهپاد در سازمان جهاد. به تعبیر شهید حاجی زاده پهپاد هم آفنده، هم اطلاعات و شناسایی انجام میده و هم حتی از پهپاد به عنوان یک سامانه پدافندی جهت درگیری با نیروهای متخاصم دشمن استفاده میشه. تا قبل از جنگ داعش کار رزمی رو خیلی به رسمیت نمیشناختن، عکس رو قبول داشتن، کار اطلاعاتی رو قبول داشتن. ما خیلی مایل بودیم این رو مثلا در حوزه‌های عملیاتی ازش استفاده بکنیم. ما مثلا دوست داشتیم ببریم سوریه، ولی تو حوزه رزمی تقریبا کسی رسمیت به ما نمیداد. این تمایل ما بود. اتفاقا حاج قاسم هم خیلی اعتماد نداشت، یه مقداری چیز میکرد دیگه، یعنی ایشون احساس میکرد که ممکنه درد سرساز باشه و منم میدونستم که اگر زیر بار این مسئولیت نریم این سامانه نخواهد شد.
کم کم شد جزء ارکان اصلی جنگ با داعش. شهید سلیمانی عزیز ما تدبیر میکنه که تمام یگانه‌های عملیاتی در سطح حتی دسته و تیم در جبهه مقاومت بدون حضور پهپاد انجام عملیات رزمی رو بر علیه داعش نداشته باشند. در آذر سال 90 یه اتفاق بزرگی افتاد، شکار RQ 170 آمریکایی بود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت این هواپیما در کمینگاه الکترونیکی نیروهای مسلح قرار گرفت و با حداقل خسارت به زمین نشانده شد. میدونید پهپادهایی که ما سابقا کار میکردیم پهپادهای هواپیما تور بودن. خب هواپیمایی که بال داشتن، دم داشتن، سکان عمودی، سکان افقی و جنسشون متفاوت بود. پهپاد RQ 170 آمریکایی در کنار همه قابلیتایی که داشت یک اسکیل جدید و نوین در طراحی پهپادها رو برای ما باز کرده بود. تونستیم همه دانش این رو تخلیه بکنیم. کد بود، کداشو بشکنیم و از روش بسازیم. شاهد 171 و عرض کنم خدمت شما که پهپادهایی رو از روی این ایده ابداع کردیم. در زمان فرماندهی پدافند، حاجی زاده وقت خود را صرف تولید و بومیسازی سامانه‌های پدافندی کرد. حاصلش شکار کرکس آمریکایی با سامانه ایرانی 3 خرداد بود. تونستیم هواپیمای MQ-40 ترایتون امریکایی که گرون قیمت ترین هواپیمای جاسوسی امریکاست، در شرایطی که نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود در منطقه کوه مبارک بندر عباس، در فاصله 89 کیلومتر، ارتفاع 53,000 پا، سرعت هواپیما 600 کیلومتر بر ساعت ساقط کنیم بیاریم کف دریا. آمریکایی ها اعتراف کردند که پهپادهای ایرانی برتری هوایی آمریکا در منطقه را به چالش کشیدند، اما برای رصد دشمن ایران به چشمی بزرگتر نیاز داشت. ارتفاع باید بیشتر میشد. صبح یک روز پاییزی پس از یک دهه تلاش بیوقفه، حاجی زاده دانشجویان را برای پرتاب ماهواره بر نور در پایگاه فضایی سپاه جمع می کند. نزدیک به یک دهه پس از تهرانی مقدم، امیرعلی حاجی زاده با تلاش‌ها و فرماندهی خود نیروی هوایی سپاه را به یک قدرت فضایی تبدیل کرد. او مسیر پرچمداری را ادامه داد که زمانی رویای فتح آسمان‌ها را در سر داشت و سرانجام آن رویا به واقعیت پیوست. امروز موفق شدیم 3مین ماهواره نور 3 رو در مدار 450 کیلومتری قرار بدیم. به برکت هفته دفاع مقدس، به برکت خون شهدا، الحمدلله خدا لطف کرد و همه شما متخصص هستید، دانشجو هستید، دانشگاهی هستید، استاد هستید، میدونید واقعا در هر کار فنی و کار پیچیده اون مراحل اوله که مقداری سختی داره و الحمدلله از این مراحل ما عبور کردیم در حوزه ماهواره و انشالله اگر خدا عنایت کنه در سال جاری 2 پرتاب دیگه هم داریم. دوست داریم. دوست داریم. سالها در سکوت آهن و ایمان را در هم آمیختند، نه برای آغاز جنگ بلکه برای روزی که اگر دشمن متجاوز به این خاک طمع کرد، آن روز ایران تنها نماند. پشت این مرزها مردانی ایستادند که سالها تمرین کردند، تجهیز شدند و سوگند خوردند برای روز مبادا. نیمه شب بهاری سال 1404 اسرائیل به ایران یک حمله گسترده و همه جانبه کرد.
خاطرات ایرانی ها دوباره زنده شد. زنم داشت آشپزی میکرد، با انفجار موشک، با سوت موشک، انفجار موشک هنوز تو سرم پرد شدم تو حیات، سرم زیاد درد میکنه. دوباره به ایران حمله شد. حالا همان روز مبادا بود. برادر ما جنگ میپذیریم ولی ننگ نمیپذیریم. ما حاضریم. من الان خانم لگن شکسته، دست شکسته، بچه‌ام همه آواره، خونمون خراب و این چیزا، ولی ننگ نمیپذیریم. مردم میگن موشک جواب موشک. حاجی زاده و تهرانی مقدم برای ایران مأموریتشان را انجام دادند. حالا صبح 23 خرداد ماه است و نوبت به سرداری دیگر رسیده و او کسی نیست جز مجید موسوی از یاران تهرانی مقدم و حاجی زاده. فرماندهانی که همچون ققنوس از دل آتش برمیخیزند و راه فرمانده پیشین را ادامه میدهند تا دستی که بر سر اسرائیل سایه انداخته هیچگاه قطع نشود.